بچه‌ها، حالتون چطوره؟ من همیشی هستم و به چنل یوتیوب من خوش اومدید. بچه صدا خیلی زیاده، صدا رو بیاریم تا اینجا. بچه‌ها به پارت جدید ماینکرافت لاکتراس خوش اومدید. تو این پارت قراره بریم فول آهن شیم. همونجوری که دارید میبینید این وضعیت لباسای ماه. آره دیگه، خلاصه کلی وسایل و منابع و اینجور چیزا جمع کنیم. حتی میتونیم اینجا چیز میز برداریم و بزنیم به دل جاده. باشه، اول من میخوام یه جا برای خودم درست کنم. آها، اینجا نظر من خوبه. آره، اینجا هم پله‌ای کنیم که اینجوری راحت بریم تو. حالا با این گلی چوب جمع میکنیم. تخت خوابمون رو هم اینجا میذاریم که وقتی مردیم اینجا اسپان شیم. خب الان ببینم کل این آهنا رو بکنم و حالا کلشون هم نه، یه عالمه دیگه بکنیم و خلاصه ببینیم که چقدر آهن میگیرم و میاد. بعد با این آهن فول آهن چیم و چقدر من تو این ویدیو دارم مو استفاده میکنم. بسا دقت کردید بچه؟ وای آهنم مره، وای آهنم شکست. بچه من فکر کنم یه هفته اینا میشه ویدیو نشم و الان بعد فکر کنم 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعد چند ماهه که دارم فعالیت میکنم و واقعا ببخشید. و تو این فعالیت هم تو مدرسه است، به خاطر اینکه به یه هفته حالا این ور اون ور شد. خودتون منو ببخشید که ویدیو رو چرا دیر میذاری و اینا. خلاص خب بچه، من امیدوارم که لایک کنید، ساب کنید، حتما کانال رو به 50 تا برسونید که بریم برای 100 نفریمونو یه جشن خفن تو ماینکرافت بگیریم و خلاصه که خیلی دوستتون دارم. الان فکر کنم اینقدر آهن بسه. ببینیم چقدر میشه. 42 تا آهن. اوه چقدر آهن بچه. فکر کنید که اول بازی بدون هیچ کاری اینقدر آهن دیگه. او مای گاد. و بله، این همه آهنی که شما دارید میبینید دست بنده رو گرفت و یه کرافتینگ تیبل. حالا من اینجا رو کردم خونه دیگه تقریبا. حالا یه خونه کم و پیشی مال خودمون و کرافتینگ تیبل رو بذاریم اینجا. بریم توش با این 19 تا سنگ، یه فرنیس و 2 تا فرنیس بسازیم و اینجا رو خراب کنیم و فرنیس ها رو بذاریم، آهن ها رو بذاریم برای پخت. این آهنم سوختشم اینو میذاریم. حالا باید بریم دنبال همینجا. اینجا اول اسپان ست میکنیم، بعد یه چست هم باید بسازیم. وسایل به درد نخورمون حالا هرچی که داریم بذاریم توش. یکی بسته. اینجا رو میکنیم برای چست. حالا وسایلمون مثل اینا رو میذاریم این تو. حالا مثلا این نه، این بلاکا اینا رو بذاریم، اینو بذاریم، اینم بذاریم، اینو بذاریم، اینو برداریم، سیبو بذاریم، نونو بذاریم اینجا. و حالا قرار ما که کار کنیم، قراره بریم این دور و بر چیز میز پیدا کنیم مثل همین سنگ که حالا سنگ نیازمون نیست، باید چیز دیگری پیدا کنیم. من میگم بریم فول آهن چیم. بریم اول ویدیو یه جا بود اونجا بریم. بچه شما اون سرعت ما که خیلی کم شده. اینو که من خالی کردم. بعد اینکه فول آهن شدیم من اینجا رو میشناسم و بریم اینجا.
که اینجا چستی مستی وجود نداره، نه چیزی نمیبینیم، فقط کلی ویلیجر میبینیم که کم و بیش داره شب میشه و داریم به تاریکی میخوریم. برگردیم سر جام، شب بخوابیم تا وسایلمون بپزه، آهنمون حالا بپزه که بریم کارمون رو شروع کنیم. آها اینجاست. و برای شب اینو میبندیم، اینم میبندیم. ما نور داریم، گرفتیم خوابیدیم که فردا صبح مطمئنم حداقل 30 تا آهن پخته شد، 11 تا آهن، 6 تا آهن. و بله اون کاری که نباید رو باید الان انجام بدیم و اون هم یه همچین کاری. اصلا این کار رو دوست ندارم و کلی چوب هدر میدیم که مجبوریم، واقعا مجبوریم این همه چوب هدر بدیم. آهن واجبه، آهن چیز واجبیه. کلا اگه بسوزه بذار حالا جاشه بذاریم، این الان بسوزه ما جاشه نمیذاریم. این 5 تا رو گرفتیم، این 3 تا رو گرفتیم. بیایم فعلا وسایل مورد نیازمون رو درست کنیم، یه شلوار و یه کلاه و یه کفش. حالا باید وسایلمون رو پهن کنیم که بله اینجوری میتونیم راحن شیم. خیلی عمالی. و با تو به چرا صدامون اینجوری کرد بچه؟ به نظر شما بعد اینکه فول آهن شدیم این آهنا بزنیم تو دستمون، بریم وسایل آهنی هم بسازیم. مطمئن باشید که بعد اینکه وسایل آهنی ساختیم قطعا دایموند هم پیدا میکنیم، یعنی اولویتمون باید دایموند باشه. این چوبا رو حالا من فعلا ور میدارم که باشون وسایلمون رو بسازیم. وسایلی مثل کلنگ، تبر و شمشیر که باید دستمون رو هم خالی کنیم، چیزای به درد نخوره بذاریم اینجا بمونه. حالا فعلا اینا رو میذاریم تو دستمون و آره یعنی حواسم نبود، هم یه شمشیر داشتم و هم یه تبر دایموندی که اینا 5 تاش پخت و داره همینجوری میپزه. این 40 تا هم برداریم بیام بذاریم روی این که بشه 64 تا بپزه. خب بسیار تا اینا دارم میپزن، شما لایک و ساب کنید. آها بله اینو یادم رفت درست کنم، دقیقا شیل. حالا شاید در آینده بتونیم توتم پیدا کنیم که توتم هم خودش خیلی خوب. اینم که هیچی نیست. خب حالا جای دستمون رو باید خالی کنیم، یعنی که این وقت هوا شما نبود دستمون رو حالا شاید بگی چیزی خالی کنیم. مثلا یه شمشیر داریم، شمشیر رو بذاریم اونجا، این تبر آهنی هم میذاریم اونجا که این هم میذاریم اونجا که فرنیس و کرافتین تیبل و تختمون تو دستمون جاش. به نظر من اینا بس قطعا برای وسایلمون، این چیز دیگه نمیخوام. برداریم و اینو برداریم، اینم برای خودشون بپزه. حالا بحث اینجاست، چون که ما قراره کوچ کنیم یعنی سفر کنیم، اینا رو برمیداریم که بله این نمیخواستم اینجوری یاد اصلا نمیدونم، حالا میدونم. و آره بعضی وسایل رو میذاریم اینجا ولی تخت رو باید با خودمون ببریم، یه هویج رو باید با خودمون ببریم. سیب نمیخوایم، این بلاک ها رو هم برمیداریم، سنگ ها رو
حالا به درد میخوره. سنگین جاییه که رفتیم تیبل هم میاد اینجا بود، اینو میاد اینجا، اون 15 تا اومد اینجا. این 15 تا رو وقتی بذاریم اینجا، بعد بیایم دست خودمون رو درست کنیم، یعنی اینا اینجا بلاک سمت اینجا باشه. خب اینا و تختمونم بیاد اینجا و اینو بگیریم دستمونو، اینو بکنیم، اینو هم بکنیم، اینو هم بکنیم و بریم کوچ کنیم. غذا هم که زیاد نداریم. بله گفتم هنشین بریم دایمند و اینجور چیزا بدم که من دارم واقعا میدونم، ولی سرعت هم نمیدونم چرا کمه. فکر کنم به خاطر تنظیمات. حالا میرم تنظیمات رو هم درست میکنم. و بله زغاله به درد میخوره. شمشیرم نمیخوایم. بچه بریم چست پیدا کنیم. اینجا فکر نکنم چیزی باشه. با خودمونو بندیم بیرون. و بله داریم برمیگردیم به جایی که بودیم. و یه چست توتم. وای توتم بهترین چیز که میتونست بهمون بده همین توتم، یعنی خیلی خوب. توتم خیلی عالی. اول بازی توتم داشته باشی. توتم یکی از مهمترین ابزارهایی که من میتونستم داشته باشم تو بازی توتم. که بیایم این بالا ببینیم الان ما کجاییم. اینجاییم. پس اینو که میتونیم بپریم. اینجا یه دمه ریزیم. نون عالیه. و بله اینجاست. من میگم شاید اینجا بتونیم دایمند پیدا کنیم. واقعا نمیدونم. من مپو یک بار بازی کردم و تا همینجا ادامهش ندادم. یعنی من اون دایمندا رو میدونستم اونجاست و واقعا به خاطر همون دایمندا اومدم. یه دایمند این پایینا دایمند اینجا نیست ولی پر آهنه، ولی اونجا پر دایمنده که خطرش میارزه واقعا. بخوای به خاطر اینا بری تا اون پایین. و بله یکی از دایمندامون افتاد پایین. پس باید با اون روشی بریم پایین که خودم هم دوست ندارم. واقعا نباید دایمندا رو هدر داد. اینا رو به اینا بکنم برم پایین. چی جوری زد؟ بچه اندر من زغال، خیلی زغال نیازمون نیست ولی خب بذارید من اول دایمندا از همه واجب تر دایمندا رو بردارم. بچه باید بریم پایین. واقعا دوست ندارم برم. به چشش نگاه کنم. بچه بدبخت شدم.
باشه من همینجا ویدیو رو کات میکنم. مرسی که تا آخرین ویدیو نگاه کردید. لایک و ساب فراموش نشه. تا یه ویدیو دیگه بدرود.